سلام دوستان و همراهان عزیز کانال پیشگویی لیلا عبداللطیف. لیلا عبداللطیف در مصاحبه‌ای که در نوامبر 2023 با شبکه MBC عربستان انجام داده بود به یه سری سوالات در خصوص قیمت طلا و فلزات و نفت و املاک پاسخ میده. قیمت طلا در اون زمان هر اونس $2000 بوده که پیش بینیش برای آینده نه چندان دور قیمت‌های بالای $3000 که الان می‌بینیم محقق شده و قیمت به حدود 3400 3300 هم رسیده بود. ایشون توصیه میکنه که پولهای نقدتون رو تبدیل به طلا کنید. در مورد نقره هم همچین پیش بینی میکنه و میگه که قیمت نقره هم در سالهای آینده پا به پای قیمت طلا افزایش پیدا خواهد کرد. تا به اینجای کار پیش بینیاش کاملا درست از آب در اومده. مجری در ادامه ازش میپرسه که آیا میتونیم بگیم که قیمت دلار کاهشی خواهد بود؟ ایشون در پاسخ میگه بله، قیمت دلار نسبت به طلا و ارزهای دیگه در آینده کاهشی خواهد بود. که البته میدونیم این سیاست رو الان ترامپ در پیش گرفته و با این هدف که تقویت کنه سرمایه گذاری داخل آمریکا رو میخواد قیمت دلار رو تا حدودی کاهش بده. البته این مورد میتونه در مورد ایران صدق نکنه، چون که قیمت ریال شدیداً در سالهای قبل کاهشی بوده. از طبیعه وقتی صحبت از کاهش قیمت دلار بشه در خصوص برابریش با ریال نمیشه اظهار نظر قطعی کرد و احتمال اینکه افزایش پیدا کنه قیمت دلار نسبت به ریال بیشتره تا کاهش. ولی در مورد نرخ برابری دلار با ارزهای دیگه الان کارشناسان به این نتیجه رسیدن که احتمالاً در آینده نه چندان دور شاهد کاهش موقتی قیمت دلار نسبت به ارزهای دیگه باشیم. پس تا اینجای کار هم در مورد دلار هم پیش بینی ایشون صرف کرده. ایشون همچنین میگه که در آینده نزدیک شاهد افتتاح بانک‌های طلا و نقره خواهیم بود و افتتاح این بانک‌ها حتی از افتتاح بانک‌های پول کاغذی بیشتر خواهد شد. در ادامه ایشون در مورد قیمت املاک و مستغلات صحبت میکنه، به ویژه در مورد عربستان سعودی که ایشون معتقد املاک و مستغلات در کشور عربستان سعودی رشد چشمگیری خواهد داشت. ایشون میگه در سالهای آینده شاهد مهاجرت گسترده میلیونرهای جهان خواهیم بود، به ویژه میلیونرهای کشورهای اروپایی به عربستان خواهیم بود. که این موضوع رو هم نشریه اکونومیست در گزارشی که در ماه جولای 2025 یعنی ماه جاری منتشر کرده تایید کرده. در این نشریه اومده که بسیاری از میلیونرها در حال مهاجرت به کشور عربستان هستند. بنابراین میشه گفت که این پیشگویی لیلا عبداللطیف هم در حال تحقق هست. ممنون از توجه و همراهی شما دوستان عزیز. لطفاً فراموش نکنید برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و زنگوله نوتیفیکیشن کانال رو فعال کنید. ممنون از همراهی شما. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.